فصل چهارم. خود را به مشغولیت وادار کنید. بلند پرواز باشید. چیزهای نو را امتحان کنید. کوشا باشید. هر کس باید هدفی را دنبال کند. می توانید اسمش را حرکت بگذارید یا اگر نخواستید آن را هدف بنامید. این نشانه انسان بودن ماست. مبارزه کردن و به استقلال حرکت ها رفتن ما را از غارنشینی به ستاره ها رساند. اگر خود را به حرکت بکشید رشد میکنید. زندگیتان تغییر میکند و چشماندازتان مثبت میشود. همیشه رسیدن به هدف ساده نیست، اما این دلیل برای متوقف شدن نیست. به جای آن به خود بگوید میتوانم این کار را بکنم. آن قدر تلاش میکنم تا پیروز شوم. برای من دو نوع حرکت وجود دارد. یکی این که در خانه و محل کار در بهترین شرایط هم ظاهر میشوم. دوم این که دنبال ماجرا میروم. سعی میکنم این دو را انجام دهم. سعی میکنم با تمام وجودم کار کنم. من از انگیزه فراوان بهره دارم. من عاشق آنم که چیزها و نظرات جدید پیدا کنم. اولین حرکت بزرگ زندگیم در 4 یا 5 سالگیم اتفاق افتاد. خانواده همان به مدت 2 هفته در تابستان به دیوان رفت سفر کردند. 2 عمه و 2 عمک من هم در این سفر حضور داشتند. بلافاصله وقتی به جایی که میخواستیم رسیم به ساحل رفتم. آنجا ایستادم و به دریا نگاه کردم. من عاشق شنا کردن بودم، اما هرگز شنا کردن را ناموخته بودم. عمه جایس که خواهر پدرم بود آمد و کنار من ایستاد. من به امواج دریا نگاه میکردم. او به من گفت اگر تا پایان تعطیلات شنا کردن را یاد بگیرم به من 10 شیلین میدهد. او بسیار عاقل و مدبر بود و میدانست چگونه به این حرکت جواب مثبت میدهم. شرط را پذیرفتم، البته که پیروز میشوم. بیشتر روزها دریا ناآرام بود. امواج بلند بودند، اما من ساعتها تلاش کردم شنا کردن را یاد بگیرم. طولی چند روز من جایهایی که نه آنقدر عمق بودند داخل آب بسیار سرد میرفتم و آب دریا را میبلیدم، اما هنوز نتوانستم شنا کنم. عمه جایس با لحن مهربان گفت مهم نیست ریکی، باز سال دیگر هم وجود دارد. من خیلی غمگین و ناراحت بودم، زیرا مسابقه و حرکت را باخته بودم. میدانستم عمم سال آینده فراموش میکند. در حالی که در اتومبیل به سمت خانه‌مان به راه افتادیم. از پنجره بیرون را تماشا میکردم. چقدر دلم میخواست در این مدت شنا کردن را یاد میگرفتم. من از باخت متنفر بودم. روز گرم بود. سالهای 1950 جاده ها بسیار باریک بودند. از این رو وقت رودخانه را دیدم متوجه شدم خیلی سریع نمی رویم و هنوز به خانه نرسیده ایم. بنابراین در سفر بودیم و هنوز تعطیلات تمام نشده بود. می دانستم این آخرین شانس من برای غالب آمدن است. فریاد کشیدم ماشین را از حرکت باز دارید. پدر و مادرم از قول و قراری که با عمم گذاشته بودم آگاه بودند و در غیر این صورت به حرف من در آن سن و سال بهانه می دادند. فکر می کنم پدرم می دانست که چی می خواهم و چقدر این خواسته برایم مهم است. از جاده بیرون آمد و کنار جاده توقف کرد. بعد رو به من کرد و پرسید چی شد؟ مادرم گفت ریکی می خواهد یک بار دیگر شانسش را برای یاد گرفتن شنا امتحان کند. به سرعت از اتومبیل پایین آمدم و به سمت رودخانه دویدم. وقتی به حاشیه رودخانه رسیدم ترس مرا فرا گرفت. به نظرم رودخانه عمیق بود و آب در آن به سرعت جریان داشت. کنار رودخانه حوضچه درست شده بود که گاوها از آن آب می‌خوردند. فکر کردم به سادگی میتوانم از این حوضچه عبور کنم و به رودخانه برسم. به پشت سرم نگاه کردم و دیدم همه بستگانم ایستاده و مرا تماشا میکنند. مادرم خندید و دستی برایم تکان داد. میتوانی این کار را بکنی ریکی؟
در میان تشویق‌های آنها و در حالی که حرکت عمه جویس به من نیرو میداد، دانستم که یا همین حالا موفق میشوم یا هرگز شنا کردن را نمی آموزم. از روی گیلها گذشتم و قدم به داخل آب گذاشتم. وقتی میان رودخانه رسیدم، آب با سرعت زیاد تعادل مرا برهم زد. در آب افتادم، کمی آب خوردم و دوباره از جایم بلند شدم. نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم تا آرام شوم. احساسی غریبی به من دست داد. احساس کردم می توانم موفق شوم. دیری نگذشت که در آب شنا می کردم. من با مسابقه پیروز شده بودم. در میان صدای همهمه آب صدای شادی و تشویق‌های خانواده‌ام را که روی ساحل رودخانه ایستاده بودند می شنیدم. وقتی از آب بیرون آمدم بسیار به خودم می بالیدم. خودم را به عمه جویسی رساندم. بر لبان خود تبسم داشتم و عمه جویس 10 شلینگی را که وعده داده بود به من داد و گفت کارت عالی بود ریکی. مادرم گفت می دانستم که می توانی این کار را بکنی. من هم می دانستم که می توانم از عهده این کار برایم. من نمی خواستم قبل از رسیدن به هدفم تسلیم شوم. یکی از کارهایی که به خوبی از عهده‌اش بر نمی آمدن خواندن بود. همیشه درس‌های مکتب برایم دشوار بود زیرا کمی خوانش پریشی داشتم. من از اعتراف به شکست متنفر بودم. اما هر اندازه هم که تلاش می‌کردم خواندن و نوشتن برایم دشوار بود و در این میان دلم می‌خواست یک روزنامه‌نگار شوم. شغلی که خواندن و نوشتن یکی از چیزهای لازمه برای آن است. وقتی شنیدم در دانشگاه مسابقه مقاله نویسی برپا شده، تصمیم گرفتم در آن شرکت کنم. وقتی برنده این مسابقه شدم هرگز نمی‌دانستم چه کسی شگفت زده شده است. من کسی بودم که همیشه شرکت در امتحانات برایم دشوار بود. اما این بار توانسته بودم در رقابت با بهترین دانش آموزان دانشگاه پیروز شوم. به شدت هیجان زده بودم و می‌خواستم هر چه زودتر این خبر را به مادرم بدهم. مادرم به جای اینکه شگفت زده شود خیلی ساده گفت می‌دانستم می‌توانی برنده این مسابقه شوی ریکی. مادرم از جمله افرادی است که هرگز فعلی نتوانستن را صرف نمی‌کند. او معتقد است اگر تلاش کنی همه چیز امکان پذیر است. این موفقیت مرا بیش از اندازه تشویق کرد. هرچند من همیشه در دانشگاه در جمع دانش آموزان ممتاز نبودم. این موفقیت بر من کمک کرد تا در شرایط بهتری قرار گیرم و بهتر درس بخوانم. یاد گرفتم به کلمه‌های دشوار توجه کنم و کلمه‌ها را بهتر نویسم. فکر میکنم این نشان میدهد که میتواند تقریباً به هر چیز برسید، اما باید تلاش کنید. من از به حرکت کشیدن خودم دست نکشیدم. پس از شرکت در مسابقه مقاله نویسی به سراغ انتشار مجله استودنت رفتم و به ثابت کردم پسری که نمیتوانست خوب بخواند و خوب بنویسد میتواند ناشر یک مجله شود. وقتی سن و سالم بیشتر شد با حرکت‌های بزرگتر روبرو شدم. به نظر می رسید انرژی زیادی دارم و علاقمند به ماجراجویی هستم. خطر مرا وسوسه می کرد. من پیشاپیش به تشبث پر رکورد زمان عبور از اتلانتیک را با یک کره هوایی شکست داده بودم. ابتدای سال 1990 من و پر تصمیم گرفتیم این بار از اقیانوس آرام عبور کنیم و از ژاپن به آمریکا برویم. سفر به مراتب خطرناکتر بود. عبور از مسافتی 8000 میل به فراز اقیانوس. هیچ کس این کار را قبلا نکرده بود. من مولود عیسی را به همراهی خانواده و تعدادی از دوستانم در یکی از جزیره‌های ژاپن گذرانیده بودیم و بسیار جالب و دوست داشتنی بود. در اطراف ما ماهیگیران به صید ماهی مشغول بودند و به نظر می رسید زندگی آرامی دارند. نمیدانستم آیا انسان‌های شاد و خوشبختی هستند؟ آیا آنها هم همان رویاها و هراسای ما را دارند؟ شاید در این سایه سنت‌هایشان آنها به چیزهای دست یافته بودند که من هرگز دست نیافته بودم. آنها درباره رفتارهای هجومی من چه فکر می‌کردند؟ فقط می‌دانستم که حرکت تنها چیزی بود که مرا به پیش می‌برد. از آنجایی که جوان نمی‌خواست من اقدام‌های خطرناک کنم و بچه‌ها هم باید به دانشگاه می‌رفتند، از آنها در توکیو جدا شدم تا به لندن بازگردم. من به همراهی پدر و مادرم منتظری آن بودیم که سوار یک هواپیمای خط‌سیر داخل ژاپن شویم و به جایی که کره هوایی در آن قرار داشت پرواز کنیم.
روی جلدی یک روزنامه عکس چرخبال را چاپ کرده بودند که کسی را از آب نجات میداد. این شخص فومیا نیوا رقیب ما بود که کره هواییش در اثر وضع نامساعد هوا به درون دریا سقوط کرده بود و چون نتوانسته بودند او را به موقع نجات دهند در دریا درمانده بود. بعد از آن تراژدی طبیعی بود که من کمی تکان خوردم، اما قول داده بودم این مسیر را با کره هوایی طی کنم و همه چیز برای این سفر مهیا بود. خود را به دست تقدیر سپردم. خطر هر قدر هم زیاد بود نیتی تسلیم شدن نداشتم و فکر میکنم که جان هم این را درک میکرد. در این پروازی کره هوایی گرم ما میبایست در بلندی 30 تا 35 هزار فوت از سطح بر پرواز میکردیم تا با استفاده از بادی که در آن بلندی میوزد حرکت کنیم. در آن فاصله وزش باد به اندازه حرکت آب در یک رودخانه خروشان سرعت دارد، اما در فاصله پایین‌تر سرعت وزش باد به این اندازه نیست. مشکل ما بلندی کره هوایی بسیار بزرگ ما بود. بلندی کره هوایی از بالا تا پایین به 300 فوت می رسید. با این حساب وقتی وارد دالان هوایی موردی نظر می شدیم، دو بخش از کره هوایی ما با دو سرعت متفاوت حرکت می کردند و در این شرایط هر اتفاق ممکن بود بیفتد. اسباب‌های کره هوایی را روشن کردیم. کره هوایی به پرواز درآمد و از زمین فاصله گرفت. کمی بعد بالای کره هوایی به بخش پایین دالان هوایی رسید. سوزشواری بیشتری مصرف کردیم، اما شدت باد به حدی بود که اجازه نمیداد بالاتر برویم. باز هم سوزشواری بیشتری مصرف کردیم و سرانجام توانستیم وارد دالان هوایی شویم. بخش بالای کره هوایی در معرض وزش شدید باد قرار گرفت. ساعت 115 میل سرعت داشتیم، اما کپسول هنوز با سرعت 25 میل در ساعت پرواز میکرد. از آن میترسیدیم که کره هوایی دونیم شود، اما در آخرین لحظه کپسول از سقف شیشه فرضی عبور کرد و کره هوایی وضعیت آرام پیدا کرد. قدرت وزش باد و این حقیقت که قبلا این کار را کرده ایم و آسیبی به ما نرسیده بود به من نیروی تازه داد. هیجان سرکش و هولناک سرشار از تجربه تنها بودن در آن فضا بر من غالب شده بود. به نظر یک واقعیت ظریف و شکستنی بود که در واقع آن چیز ما را نگه می داشت. هوای گرم بود. به سرعت به سمت پیش حرکت می کردیم، سریعتر از آنچه آن را امکان پذیر می دانستیم. 7 ساعت بعد زمان آن رسید که نخستین بک سوزشواری را رها کنیم. دریای خروشان در فاصله 25,000 فوت زیر ما دیده می شد. پیر بک خالی را آزاد کرد، اما همراه آن دو بک پر از سوزشواری هم آزاد شدند و تعادل کپسول به هم خورد. ما به اندازه کافی سوزشواری نداشتیم که ارتفاع خود را کنترل کنیم و در مسیری مناسب باد قرار بگیریم. چون این به نظر می رسید که بتوانیم به امریکا برسیم. هر یک بک ها 1 تانگی وزن داشتند و حالا ما 3 تن سبکتر شده بودیم. کره هوایی به بلندی برآمد. به سرعت به دالان هوایی رسیدیم و از آن هم بالاتر رفتیم. پیر مقدار هوا از کره هوایی خارج کرد، اما هنوز در حال بالا رفتن بودیم. به ما هشدار داده بودند که اگر به 43,000 فوت برسیم سقف شیشه های ما منفجر می شود و ششها و چشمانمان از بدنمان بیرون می زنند. در فاصله 41,000 فوت به جای ناشناس رسیدیم. به ارتفاع سنج خیره و وحشت زده نگاه میکردیم. حالا بلندی ما از سطح دریا به 542 فوت رسیده بود. نمیدانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در مقایسه با هر کره هوایی که تا آن موقع به آسمان پرواز کرده بود، نه تنها ارتفاع بیشتری گرفته بودیم، بلکه از حد اکثر ارتفاع هواپیماهایی که در ارتفاع بالا پرواز میکردن هم بیشتر بالا رفته بودیم. اما سرانجام کره هوایی کمی خنک شد و ما از بلندی خود کاستیم. نباید اجازه میدادیم کره هوایی بیش از حد پایان بیاید. در ضمن برای پیشگیری از پایین آمدن نباید سوزشواری زیاد مصرف میکردیم. در دریا هم نباید فرود می آمدیم، زیرا در آن بخش از اقیانوس کسی نبود ما را نجات دهد. باید می توانستیم با آن سوزشواری کمتر از 30 ساعت در هوا پرواز کنیم. از این رو برای رسیدن به زمین سریعتر از هر کره هوایی که تا آن موقع پرواز کرده بود حرکت می کردیم. بعد این سبب باید در دالان هوایی جریانات تند باقی می ماندیم.
دالانی که عرضش به 100 یارد می رسید و این دقیقاً ارتفاع بالان ما بود. به نظر غیر ممکن می رسد و آخرین حادثه بعد این بود که تماس رادیویی خود را از دست دادیم. ما ساعتها پرواز کرده بودیم و پر خسته و افسرده شده بود. او دراز کشید و لحظه بعد به خواب رفت. من تنها ماندم. احساس می کردم فرشتگان خداوند به داخل کپسول آمدند تا به ما کمک کنند. بعد متوجه شدم که سرعت ما افزوده شد. حالا تیزتر می رفتیم. فکر کردم خواب می بینم. به صورتم شپاتی زدم تا مطمئن شوم که بیدارم. از سرعت 80 میل در ساعت به 182 و آنگاه به 240 میل در ساعت رسیده بودیم. این یک معجزه بود. به نظر می رسید که معجزه روی داده ایستاده است. من خسته شدم. چون این به نظر می رسید که خوابم برده ایستاده است، اما در این شرایط باید بیدار می ماندم تا مراقب شرایط باشم. وقتی از پشت شیشه سقف نقطه های نوری روشن را دیدم، تصور کردم روح هستند. بعد فهمیدم پاره‌های آتشی گاز هستند که در اطرافمان پخش می شوند. بیرون از کپسول خنکی هوا به 70 درجه زیر صفر می رسید. اگر یک گلوله آتشی به سقف می رسید، کپسول می کفید. فریاد کشیدم: پر، بیدار شو، آتش گرفته‌ایم. پر به سرعت بیدار شد و بلافاصله دانست که چی باید کند. به بلندی 40,000 فوت برفت. آنجا اکسیژن وجود ندارد. آتش خود به خود خاموش می شود. ارتفاع گرفتیم و از حدش 542 فوت گذشتیم. حالا کمی با 43,000 فوت فاصله داشتیم. احساس می کردم همین حالاست که کپسول می ترکد و چشمان ما از کاسه خانه اشان بیرون بزنند. مثل یک فیلمی وحشتناک بود. اما در همین زمان شعله های آتش خاموش شدند و ما دوباره به پرواز کمتر برگشتیم. ما سوزشواری گرانبها را تلف کرده بودیم. بعد رادیو ناگهان روشن شد. صدای از آن بلند شد: جنگ شروع شده بود. امریکایی ها بغداد را بمباران می‌کردند. مصاحب ما در رادیو به ما اطلاع داد مسیر وزش با تغییر کرده است و ما به سمت ژاپن برخواهیم گشت. باید بلافاصله وارد دالان جریان‌های تند پایین‌تر می شدیم. اما سرعت وزش باد در این جریان‌ها تند بسیار ملایم‌تر بود. برای اینکه به زمین برسیم نباید سرعتمان از 170 میل در یک ساعت کمتر می شد. تا ارتفاع 18,000 فوت از سطح دریا پایین آمدیم. در حالی که برای فرود آماده می شدیم، صدای مخاطب ما در رادیو بلند شد که به جریانات تند دیگری رسیدیم که در مسیر سمت راست حرکت می کند. در فاصله 30,000 فوت از سطح دریا ساعتهای پی در پی با سرعت بالای 200 میل در یک ساعت پرواز کردیم و سرانجام در نقطه دوردست روی یک دریاچه یخبسته در شمال کانادا فرود آمدیم. منطقه‌ای که در آن فرود آمدیم 200 برابر بریتانیا وسعت داشت. از کره هوای بیرون آمدیم و در میان یخ و برف یکدیگر را در آغوش کشیدیم. هوای بیرون 60 درجه زیر صفر بود. به درون کپسول رفتیم و با رادیو تماس گرفتیم. ما موفق شدیم. ما فرود آمدیم. کجا هستید؟ در دریاچه فرود آمدیم که اطرافمان را درختان احاطه کردند. صدای گوینده رادیو بلند شد: روی یک دریاچه یخبسته در منطقه کانادا در محل امن هست. تنها مشکل این است که در آن منطقه 800,000 دریاچه وجود دارد که اطرافشان را درخت‌ها احاطه کرده است. باید 8 ساعت دیگر در کپسول باقی می‌ماندیم. من و پر برای گرم شدن به هم تکیه دادیم و برای گرم شدن غذا خوردیم. تا محل اقامت انسان‌ها 300 میل فاصله داشتیم. فاصله ما تا نزدیکترین جاده به 150 میل می‌رسید. سرانجام صدای چرخ بال را شنیدم. صدا بلند و بلندتر شد و لحظات بعد چرخ بال کنار ما فرود آمد. تا یلیفونایف 4 ساعت پرواز داشتیم. وقتی در فرودگاه کوچکی شهر فرود آمدیم، ما را پدر و مادرم، همسرم و دختری پر انتظاری می‌کشیدند. مادرم گفت: موفق شدید. پدرم گفت: این اولین و آخرین باری است که این کار را کردید. پر با شوخی گفت: منظورتان چیست؟ دفعه بعد به سرتاسر دنیا سفر میکنیم. اگر بک‌های سوزشواری مشکلی پیدا نمی‌کردند، حالا روی لندن بودیم. من خندیدم. میدانستم که نمیتوانم از حرکت دست بردارم. ما چند سال بعد این سفر را انجام دادیم. چند پیش از پرواز در سراسر اقیانوس آرام، دختری من خالی از لندن فکس فرستاد و نوشته است:
امیدوارم که شما نباید به آب افتید و به صدمه دچار شوید. به شما فرود آمدنی با موفقیت را تمنا دارم. متافوری بزرگ برای تمام حیات من. با بخت بلندی من تا این دم قریب همه پرواز و فرودهای من موفق بودند. من باور دارم که نویسنده و کوهنورد جیمز ویلمان این مسئله را دقیق افاده کرده گفته است: مشکلات سبب و قوه پیشبرنده همه عملهای بشریت است. اگر اقیانوس باشد ما آن را عبور خواهیم کرد. اگر یگان بیماری وجود داشته باشد ما آن را طبابت خواهیم کرد. اگر بی‌عدالتی باشد ما آن را اصلاح خواهیم کرد. اگر رکورد باشد ما آن را میشکنیم و اگر قله باشد ما آن را فتح خواهیم کرد. من با عقیده او کاملا راضی هستم.